آدمی که مو نداره که نمیتونه خیلی خوش‌تیپ باشه. 25 تا موقعیت پنالتی داشتیم هیچ کدومو نگرفتن. شما از کجایی؟ من ایران هستم. دوست شماست؟ دوست شما دوست ما نخواهد. آقا اجازه دارم اینو بردارم، خفه شدم. حرمتت واجبه دیگه نکن این کار. شما باید خودت اونجا بشینی. یه خبرنگار. یه بک‌گراندی بزنم به صحبت‌های آقای فیروز کریمی، حرف قشنگی زد. احترامت بجاست. احترام داشته باشم یا نه؟ احترامت بجاست بشین. من سرمربیم، من میگم مدیر رسانه این کیه. لعنت به فوتبال، لعنت به خودخواهی، لعنت به این میز لعنتی که آدم میره وقتی پشتش یادش میره اونور میز چی بوده. ولی در مجموع تبریک میگم به فقط تو عشقی، خوشگل چشات مشکی.